سلام بچه‌ها، چطوریم؟ ما اومدیم که یه ویدیو چالشی باحال داشته باشیم با حضور افتخاری کیان. بله بچه‌ها، قراره امروز کیان منو میکاپ کنه. جان داری؟ نمیدونم قراره چی بشه، ولی تا آخر این ویدیو همراهمون باشین. قراره که با چند تا سایه و یه سبد از کلی لوازم آرایشی که کیان اصلا نمیدونه اینا چیه، شاید یه چیزاشو بشناسه چون همیشه موقع آرایش کردن کنار من هست، ولی در کل الان نمیدونه که قراره چیکار بکنه. الان من میدونم دو جلد میدونم برای چیه. اینا میدونم برای اینجا هست که برای لباس، برای پیشونی همه جا هست و اینم برای اینجا رو همه جا. خب اشکال نداره، یه چیزایی میدونه ولی خب تا حالا منو میکاپ نکرده. حالا بریم که با هم داشته باشیم. دیگه قراره از اینجا من چشمامو ببندم و هیچی نبینم تا پایان کار که کیان بگه آره تموم شده. بریم که ادامه ماجرا. بریم. آماده ای؟ خب من یه چشمامو میبندم از این لحظه دیگه تو شروع کن میکاپ. باشه. بریم کارش. خیلی ساکت چی؟ مثلا لوچه لب بزنم. وایسی. الان یه لوچه لبش میزنم. اوکی دوستان. خب حالا چه کنیم؟ چطوری؟ خب الان عینه درشو زدن که بریم تو کار آرش. الان خب دیگه الان باید چی بزنیم؟ اول بچه‌ها اینو بزنیم. باش. اینو بزنیم. آره دیگه هر جوری که خود دوست، هر چیزی که بلدی رو انجام بده. خب الان بریم رو میکاپ. خب یکم بزنیم، یکم دیگه بزنیم. ببخش. زود باش تو همین الان اینجا میمونه. چی؟ همین کرم دیگه نمیزنی؟ کرم من میخوام به این پیشونی تو لب تو که زدم. خب با این قرمزه که اینطوری هست میزنی اینا. اینو زدم الان بعد اینجا بزنم. یا خدا. یا گندگاری کردی. اشکال نداره با انگشتت. یا خدا. من دوربین رو نگاه نمی‌کنم ولی تو رو نگاه می‌کنم. خوبه؟ داریم تا چشام ببندم. اونم تو چیکار کنی؟ یا خدا. حالا گندگاری کردم بچه‌ها. خب یکم پایینو بزنیم. یه لحظه وایسا من دوربین رو جابجا بکنم، فکر کنم نمیتونم هم ببینم. بریم ادامه داستان. جامو عوض کردم بچه‌ها، خیلی سخت بود اونجوری براش. الان دماغشون رو میزنیم. بله. خب الان بمال. بماله همه رو مالیدم. گندگاری دیگه. چیز باش تون تون نه داریم. فیلم میگیریم که زود باشه دیگه، زود باش. یا خدا. چه قراره بکنه یا علی. الان گندگاری بکنه، برات گندگاری بکنه. خب الان بریم رو دستان کثیفه، یه دستان من بردارم ببخش. خواهش میکنم. آره دستا اونو پاک میکنم. آقای وسواسی هستن ایشون. آقای وسواسیان. آره. خب الان من دیگه قراره چیکار کنم؟ اینو بزن. یا خدا مگه الان نزدی یه دونه. دوباره میخوای بزنی؟ آره اینو بزنم. اینو. میکاپ آرتیست شما. اینو میخوام بزنم. میکاپ آرتیست شمایی عزیزم. الان تو بده خودت نگاه کنی. من چشامو بستم که نبینم که تو چیکار کردی. آخر سر زد آفتاب براتون بزنم. برید با دست بزنم. همه چی هم میخوای دستمالی کنی. همه رو با دست میخواد بزنه. الان برای کجاییم؟ برای کجاستیم؟ نمیدونم خود فکر کنی برای کجاست بزن. برای چیزه. یکم بعد پیشونیش بعد دماغش رو این بالاتر بزنیم برشون. بچه‌ها یکم بزنیم جلوی دهنشون، یکم یا خوب. یه ذره دیگه بزنیم یکم تموم. همش گردگاری دست و مست و موس. خب الان با دستم میخوام بمالونم بچه‌ها. چی میشه الان گرم میزنه سر. آره. بچه‌ها میگم الان داریم ویدیو میکنیم هممون بخندیم باهاش. شما گندگاری کنی. الان تو ویدیو نمیشه نگاه کنی خودتو. بله. خب یه دستم دیگه بردارم. بخشید دیگه. گندگاری میکنم. بله بعدی الان من همه دستمالی‌ها رو همه دستمالامو نمیخوام حروم کنم، فقط اون که کثیفا میخوام بمونم. چقدر بچه من قانه است. خب الان درش کو. ترین زود باش. درش کو. چطوری منو میکاپ میکنی؟ درش کو. درشو ول. الان این بچیه؟ نمیدونم خود بابا این نقره‌ایه. زود باش دیگه، من مثلا چشام بستم. باشه من با هیچ کار کنم چی گندی زدم ان شاء الله ماشاءالله این دبلو من خود ترین مورد. الان بچه‌ها بچه‌ها میذارم به دماغمون و میرم. فقط دوست نگاش کنید. من نمیتونم نگاه کنم که آخر سر نگاه کنم. تو میکاپ تو تموم کن. خب الان بچه‌ها این بعد چیه؟ بچه‌ها این مشکیه صورتیه. اون بعد لبه. نه هر کاری دوست داری انجام بده. اصلا سوال نپرس. قراره تو میکاپ کنی منو. یه مداد بزنیم اول. اینو شو کنیم. خب بچه‌ها دارم می‌خوام یک گندی بزنم پر رنگ کنه لب. چیزاشو. لباشو. چقدر رنگ خوشگلی شد. وای.
خب الان بکن. فکر کنم آخر شبیه دلقک بشم نه دلک نه. دلقک. خب بذار برو مرحله بعدی دیگه چیکار کنم؟ مرحله بعدی نه دیگه چیز نزن دیگه لب نزنم لب. روز لب تمام کنم. خب دیگه چیکار کنم زود باش. واسه بدو. اینا چی داریم بچه‌ها؟ الان موجاش آخه درست کنیم. یا خدا. نه بچه باله. واسه بچه این بزنیم این بخوله میشه خفه. آره بزنم الان. برو تو کارش نمیدونم چیه؟ من چشمو نذار باز کنم دیگه. نمیسوزه. ببین بسوزه. باشه میزنم گنزم به چشم. چون نداره. یکم رفتی الان موجات هم میشستن نمیتونم. آره. بچه میگن هر کی ویدیو میذاره شما با ماماناتون ویدیو بزن چشاشونو. ببین هر کی بچه داره یه بچه چشاش باز باشه بعد یه مامانش چشاش بسته باشه. نه ما تو ویدیو دارن چه گند صورت مروت میزنیم. خب الان دیگه چیه؟ بچه چیه؟ نه چی بچه؟ خیلی گند بزن به صورتشون. اول دوباره این مشکی قفل زدیم یه صورتی رو بزنیم خالیه. درسته هم بزرگتر. حالا آماده است. من دیگه میکاپ تموم شد؟ باشه همشون بزن. نه میخوام بدونم الان میکاپ تموم شده من خودم ببینم. نه به لبات گند زدم دوست دارم و به لبات گند بزنم. فقط دوست داری رو لبای من کار کنی تو؟ فقط روج لب دوست داری؟ یه خبر بده خب. خب الان شروع شد نگاه کنید. خب دیگه میکاپ تموم شد؟ آره ببینم خودمو. باز کن. یا خدا. آی موجات. بچه اینا زدم برشون. من چشم باز میشه. اینا زدم. بذار بیا پایین بیا خودت بیا قطر ببین. ببین همه چی برشون. اینجا اینا زدم براشون. یکم بیا آقا. فقط لبا رو که هفت رنگ کرده. مرسی از شما جناب میکاپ آرتیست. بچه خیلی باحال بود. یه جاهایی داشتم چشمامو باز میکردم خودشو ببینم. تموم نشده مامان تموم نشده. اینا مونده که اینا مون عزیزم اینا رو نزدم. اینا رو یادش رفته بود. اشکال نداره دوباره انجام بدیم. از اول مثلا من خودمو ندیدم. شما چطور باز شما باز بشه. خب دوربین نچرخ. نه یکم خب منم خوب دوربین نچرخ. اینو بعد بزن نگاه کن. یه قدر خودت انجام بده من مثلا نمیدونم. یه قدر اینو نگاه کن. این برای اینه. بزن اشکال نداره فقط خرابکاری نکن رنگا رو. بده من دست من. مرسی عزیزم. خب بچه الان بریم میکاپ بزنیم بره خانممون قفیلشو بزنیم. خب الان خیلی خوبه عالی باید بشه. یکی هم دوباره قفیه بزنیم. قفیه خوب عالی. به نظرت خوشگل شده؟ همون تموم نشد که طوری میگی خوشگل شده. قربون بشم. ولی من به تو اعتماد دارم. اعتماد چی داری؟ اعتماد دارم که خوشگل میکاپ کردی. خوش. مال چی میگردیم تو؟ ای بچه خیلی خنده داره بازیمون. اوی بچه یه چیز برشون بزن. بنی گنده کاری. قاطی کنم ببخشید دیگه خیلی صرف میکردن. یکم خوشگل. خب این الان تموم شد بچه. این تموم شد. خب الان بریم تو کار این لا 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 سلالا بترکه چشمو دلون بترکه. خب مرحله بعدی. خب بگردم ازم. دیرین اونجا دیرین. منم همینجا میخوای فقط بمالی دیگه جا نداره صورت من. خب من آجیشون کردم. خب با تمام دیگه تموم دیگه واقعا تمومه. نگاه کنید. آقا 1 2 3 گفتم شبیه دلقک بشم. اینا هم دو بایشو نگاه کنید. شاینو زدیم. زیادی فکر کنم اعتماد کردم بهش. میذار عقب‌تر وایسا. راضی؟ آره. بچه‌ها به نظرتون به میکاپ کیان از 1 تا 10 چند بدیم؟ من که بهت 10 میدم. تو خودت چند میدی از 1 تا 10؟ 15 میده از 1 تا 10. از 1 تا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 نه 100 میدم. خدای واسه این میکاپی که من شبیه دلقک شدم. خب الان فقط شاین رو لبا. بچه‌ها یه چیزی بگم بهتون. میخواین برای من هم بزنه گندگاری بکنه. بچه‌ها مرحله بعدی اگه دوست داشتین من کیانو میکاپ بکنم آره خیلی توی کامنت ها بهمون بگین که پارت بعدی انجامش بدیم. این قرمزای استوریای همه کار اون بالا که می‌بینید. من نفهمیدم چی گفت ولی در کل بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. سابسکرایب یادتون نره چون قراره پارت بعدی من کیانو میکاپ بکنم. دیدین تا یه ویدیو دیگه خدافظ. بای بای.